تغییرات به قانون برای بی‌نقابی و اخبار غلط بدون بررسی عموم و با نظرگیری افکار جامعه از طرف پرزیدنت تاجیکستان امضا شد. صرف نظر از دعوت و تنقیدهای جامعه شهروندی و سازمانهای بین المللی که این طرح را بهانه برای تعقیب فعالان و روزنامه‌نگاران مستقل نامیدند، قانون قبول شد. بنابر تغییراتی که به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری وارد شد و رئیس جمهور از آن پشتیبانی کرد، برای پخش اخبار غلط درباره کرونا ویروس از 580 سامانی تا 11600 سامانی جریمه تعیین شده است. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان بر این باور است که عباره اخبار ناصحیح در قانون امکان می‌دهد هر خبرنگاری که با استفاده از آمار و منبع‌های غیر رسمی درباره کرونا ویروس مطلب می‌نویسد به جوابگری کشیده شود. مقامات اکنون تمامی خبر و گزارش‌ها درباره بیماران و قربانیان کرونا ویروس را زیر نظارت قرار می‌دهند. به اندیشه قرشیبایف این تغییرات یک ضربه سخت به آزادی بیان و باز قدم برای بیشتر کردن سنزور است. هنوز تغییرات به قانون به اجرا ندرآمده است، ولی گروه‌های زیر حمایت مقامات معرکه بدنامکنی را به ضد سازمان‌های ژورنالیستی و دیگر فعالان به راه ماندند. گپ سر این است که این همه طرح‌ریزی شده است و در راستای انتخابات پرزیدنتی به محدود کردن آزادی بیان روانه شده است. تحلیلگر عبدالملک قادیروف میگوید این بار اول نیست که مقامات کشور خلاف پیشنهاد و اندیشه های جامعه قانون قبول میکنند و پرزیدنت هم به آن رضایت میدهد. به گفته وی پارلمان به حکومت فعلی پورا وابسته است و تمام تغییرات و اضافه هایی که از بالا به قانون وارد می شود بدون محاکمه قبول می کنند. قانون ها هم به گفته این تحلیلگر برای منصبداران قبول می شود، نه به منفعت مردم عادی. پارلمان تاجیکستان حداقل در 2 دعوت اخیر پرره کیستگی است و هر چیزی که فرمایشگر می‌خواهد آنها قبول می‌کنند. پس از بستن حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در پارلمان دیگر بحث و مناظره سر قبول قانون صورت نمیگیرد و انتظار هم نباید بود. وکیلان این تنقیدها را قبول ندارند و ادعا میکنند که تمام قانونهای قبول کرده پارلمان برای مردم روانه شدند. با گفته عبدالحلیم غفاروف، قانون درباره پهن کردن اخبار بردروغ یگان کمبودی ندارد و بنابراین بدون بحث و محاکمه در پارلمان قبول شد. شخصی که مثلا نادرست انفارماسیون میتید، نادرست اخبارات میتید، باید جواب کرد. باید اگر درست باشد او را به جواب کشیدن، باید همون شخصی ژورنالیست به جوابگری کشیده باید جواب کرد. در برابر تغییرات عاید به اخبار ناصحیح، پرزیدنت همچنین به چندین طرح دیگری بحث برانگیز امضا کرد. امام علی رحمان همچنین رضایت داد که ساکنان را برای نداشتن نقاب طبی جریمه کنند و برای پهن کردن بیماری‌های خوفناک سرایتی جزا دهند. طبق این تغییرات برای نداشتن نقاب طبی از 116 تا 290 سامانی جریمه می‌بندند. پهن کردن بیماری‌های خوفناک سرایتی اکنون از 2 تا 5 سال و در صورت تکرار از 5 تا 10 سال حبس را در پی دارد. اما در قانون مشخص نشده است که پهن کننده بیماری سرایتی چگونه معین کرده می شود. قانونی جزا برای بی‌نقابی و اخبار ناصحیح در روزهای نزدیک بعد نشر در نشریه‌های دولتی مورد اجرا قرار خواهد گرفت.